یک گله مرغ درست خونده شده حالا نمیذارم که بگم بودم خواب بعدش بودم یه مرغ داری که همه ابتدا میگن بوم ده فلان باز مرغانه این گوسفنده مادر باز دو قلوم میارن میشه 6 تا باز دو قلوم میارن میشه 8 تا پس 6 تا رو میکنم 8 تا از اونجا بوده یک گله گوسفند دارم البته خوب ولی گلهش رو بوده هیچ دیگه چوپون میگیرم چوپون میگیرم این چوپون ما مرد قلای بالا خیلی کردان نمیسته دوام از یک توغار ماست به کجا رسید؟ بعد این چوپون ما و چوپونم بزنه بعدن این میگه پلو ما شکایت میگه ببین چوپون تو زده چوپون ما رو نرم کرده خیلی گوسپنده رو همه رو بدم یا که چوپون در مورم زندان گفتم بابا جان هر کار دلت میخواد تا که لحظی جلوگیره دارم توغار ما تو بازی سری افتاده گیتر رخته رو بوده تو باش میپاشم هم ماشون که آها اونجا که این بنده خدا گفته بگو انشالله وقتی که دقاچه ما سفتاده شکسته گفتن نگفتم بگو انشالله گفتم برو بابا این کردن بابا جان بگو بابا این کردنی دارم شد به کار از سرم کردن یه من جلو ما را یه چپون تا چپون ما را زدن من تا اینجوری کردم که مالا خوب کار کردن این افتاد اینجوری شکر نرم ای بگردم